يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، درس امروزه سوره مسد. يا حامل القرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت حرف تب با سکون آمده است، صفت حمس را دارد، یعنی هوا را سر می دهیم بعد از تلفظ حرف ت. تبت تبت، برای خاطر که قلقله نشود، تبت نشود، تبت. یدا ابی، مد منفصل مقدار 2 3 4 تا 5 حرکت کشیده می شود. ابی مد طبیعی مقدار 2 حرکت کشیده می شود. لهبیو ادغام با غنه، بعد از تنوین حرف واو آمده است. و تب، و تب قلقله کبرا، یعنی که قلقله که حرفش با تشدید آمده است. و تب نه، و تب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنى مد منفصل مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. اغنى حرف غا حرف استعلاء حفظ خوانده می شود. اغنى مد طبیعی مقدار 2 حرکت کشیده می شود. عنه ماله، ما مد طبیعی، ماله مد سیله صغرا. این واوی مایده که در پایان میبینید، این نشانه مد سیله صغرا می باشد که مقدار 2 حرکت می کشیم. و ما کسب، و ما مد طبیعی، کسب در آخر حرف با فتحه به سکون مبدل می گردد در وقت ایستادن و حرف با حرف قلقله می باشد. سیصلا نارا ذات لهب. سیصلا حرف صاد حرف استعلاء است، حفظ می خوانیم. سیصلا مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. نارا، نا مد طبیعی 2 حرکت می کشیم. نارا ذات، در اینجا اخفا، ذات مد طبیعی. لهب، در اینجا هم حرف با حرف قلقله می باشد. و امرأته حمالة الحطب. و امرأته همزه وصل پیوست کرد کلمه ها را. و امرأته را با فتحه لفظ خوانده می شود. و امرأته مد سیله صغرا مقدار 2 حرکت می کشیم. حمالة الحطب، حما مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. حمالة همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. حطب تا حرف استعلاء حفظ خوانده می شود. حرف با در آخر قلقله می باشد. فی جیدها حبل من مسد. فی مد طبیعی، جی مد طبیعی، جیدها مد طبیعی که مقدار 2 حرکت کشیده می شود. حبلم، حب حرف با با سکون آمد حرف قلقله. حبلم میم ادغام با غنه، حرف میم را می داریم از دماغ می خوانیم. حبلم میم مسد، میم مسد باز هم ادغام با غنه، حرف میم را از دماغ می خوانیم. و در آخر میم مسد حرف دال قلقله می باشد. این بود درسی امروزه. تا درس های آینده در حفظ و امان الله باشید. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. تا درس های دیگر در
امان الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.